سلام بچه‌ها، به یه ویدیو جدید خوش اومدید. امروز اومدیم با علی فالکو یکم رنکت بازی کنیم و یکم تحلیل کنیم در مورد پیک و چه کارهایی باید نکرد و کرد. و اینجا علی فالکو رو داخل میت داریم. علی سلام علیکم بکن. سلام بچه‌ها، امیدوارم که روزتون مثل باشه. اسکین جدید خریدم، امیدوارم حالتون خوب باشه دیگه. نبودید، علی تا الان داشت شواف میگه. علی جان ردی کن بازی کنیم. یه لحظه عیدم. و اینم توضیح بدم بهتون باشه که گیم پلی قبلی که گرفتم حدود 41 دقیقه اینا شد، داخل چنل تلگرام پست کردم گفتم ریکورد کامل شده، کلا خراب شد به خاطر اینکه من یکم اوتیسم دارم بچه‌ها. وقتی پلی میدم رو هوا با گوشیم زیاد تکونش میدم و یه جورایی انقدر صدا بد شده بود الان مجبور شدم با علی دوباره ویدیو بگیرم. ولی خب با علی باشه عملا بهتره، چون حوصله شما کامل سر نمیره، کلش فقط من حرف بزنم. الان علی هم هست، علی هم تحلیل می‌کنه. اون اصلا اسکیل حواسم فرانکی نبود که بند میره کنم. وسط. اصلا حواسم بند نبود، جکی بند کرده دستش در نکن. همین که بند کرده خودتو شو کن. آه. یه کرول به ما خورد 22 تا دید فرانکی هم وسط وای میستاد کولتو چیدم پشتش اسکیل توش. خواهی بگی بعد بازی میکرد. بعد بازی میکرد چی دارم میگم، ترکیب حریف نو اسکیل بود و اسکیل شده بود. خب گری استو یه پیکانی دادش آقای گوست، لطفا. آقای گوست بخواد آقای گوست خواب. تگ پی جی محمد دادی چی؟ بچه آه دیگه کرام بنده مصطفی خدا به اگه خدا. اشتباه نکنم تگی پیجی. آره تگ پی جی کرام مصطفی جدی هم میگم ول کلاب کرده بدون رفته. حاشیه جدی. نه اتفاق خود مصطفی هم میگفت های با تگ ما حاشیه درست نکنید میدیدم. یه دونه حاشیه ازش ندیدم. اشتباه کرده. آره من کسی نیستم که نظر بدم راجع به یارو، ولی خب میگم اشتباه کرده که رفته. نیستم. چیکار کرده؟ اشتباه کرد که رفت و کجا رفت؟ تازه داشت خوب پیش میرفت. آره شهر خوبی دارم. البته هنوزم خیلی یاد پیگیرشن. حالا من اسم نمیبرم میان کجا میپرسن، ولی آره. کم کم دد میشه ولی هر چلی که بهش نرسیده داشت. کجا فهمیدی آرمین چقدر تو آغوش میگو. هیچ رو داشتم یه چرا گزت انقدر بزنم یه اینا کار یهو کنم. راش دادن؟ این چرا تیمیت خودش باکس کرد؟ چرا؟ تیمیت خودش نیست، تو میپره تو بعد تیم میگم ماست. انقدر دست پیش عصبانیم کرده اصلا حواسم نیست تیمیت ما میپل. جدی میگم بهت. دیوایس هم لک شده آقا. پول بعد شو بزنید به شماره کارتم دیوایس بخرم. ممنون میشم بیا بچه. اینجا، بیا اینجا سو. آها، دمیج خالص بود بنده خدا. وایس. این باید بخوره بهت. همیز. هیچی بچه ها، علی یا لگه یا نتش مشکل داره، نمیخواد بگن نوبه. میشه بگم نوب ما و لگ نباشم با براک میگم همه رو کلیک هیچ میکنم. کاری نمیکنی. بیا داداش من یه دیگه دونه من سشات هم من دیگه. خورده علی با دستم خورد وایپره. او بچه سوپر رو دیدید؟ چه سوپر هیچ مشکیه. کس هیچی نیده بچه، هیچی نید. چون نخوردش. بچه علیو دیدین؟ همین الان مرجو چشماتون سلاخیش بابا من کردن. میدونستم بردیم بابا. تو خیلی بد لگه. استوه ولی خوب بازی میکنه جدی. از تو بهتر بازی میکنه 100%. شکی توش نیست. من اصلا خیلی ما هم واسم سخته 100%. بچه، این ریکورد که قراره بیاد بیرون فکر نکنم مثلا زیاد ریزالت من خوب باشه. انقدر که سخته واسم ایم گرفتن وقتی روی چیزی نگهش داشتم گوشیو. بچه یه شماره کارت میذاریم چیه کپشن ویدیو و چیزی آره داشت دونیت تا کنیم باش آخر گوشی ویدیو قراره بخریم. 4 تا شماره کارت اضافه شه همونطوری که پیش میریم. میگم یه شماره کارت میذاریم آرمین رو دونیت کنیم براش دیوایس بخریم. نه آفرین بشه. خیلی خوب. میگم یه میز صندلی هم من قبلی بخریم نم گفتم. براش راحت.
قبل این اگه که حتی خوبم حمایت کنید آیپد براش میخریم بچه‌ها. هیچی داشت آبرو ما رو ببر کامل. بابا باکسش نکن، میخوام بهش شات بزنم. چیکار میکنی قربون بشم؟ وای من نه به اینکه اونجا بچه ها انقدر بد شات میزنم، نه به اینجا که دبل هیل دارم میگیرم. جدی اصلا منطق تو کارام نیست. اون من شانسیه. یا حسین حواسم به اسلوه نبود مثل سگی و راش میده. داشت خودم مگه بزنم تو که داری میترسی ازش اوه بزن. بالکو رو میگم 2 نفر آدم نتونستم ما رو بکشن. ریدم. علی جان میگم داری تبری که میزنی داخل ویدیو هم دارن میبینن کی داره کیله رو میگیره. داداش من الان کاری به کیل کسی ندارم، ما کار بیا به برو دادام علی، دارم. بیا برو علی. یا میگم من هنوز نمردم. ریدم. این صدا چی بود میگم؟ بچه‌ها ساوند افکت جدید بود، خواستم ببینم چطوری در میاد. فیک همش. اما اومدم بگم بم یکم بد در اومد. آقا کسی که بچه اینجا پلیره داد داره میزنه بچه چی کار کنم چی کار نکنم. این پی جی محمد بنده خدا خیلی خوب تلاش کرد ولی این گره اسکوادشون زیاد خوب بازی نکرد اصلا. میندازه یعنی یه چیز وحشتناک. الان این مچ هم که دارید میبینید اولاشه، ما هنوز به متیک نرسیدیم، از متیک به بعد تازه داستان شروع میشه. حالا شما بیشتر از من میدونید اینا رو، ولی خب ویدیو چون گفتیم یکم قرار تحلیل داشته باشه یکم با الان تحلیل تنگش میتیک بزنیم. نرسیدیم. چی الان میتیک نرسیدیم مطمئنی؟ میگم لجند، متیک نه لجند. بچه گفت لیجن یا میتیک، کامنت رو بنویسید دیگه من بگین که این نمیدونم بی اگه داخل سواده. بیدان گفتم منظورم لژند بود. داشت داخل متیکیم در مورد متیک صحبت کنم میگم لژند، اشتباه شنیدید حالا اگر من اشتباه گفتم کل حرفم آقا بر فعل بچه لژند. بگید آرمین بی سواده، بگید بچه هیچ داداش راحت. کامنتی که داری درخواست میکنی بچه ها بگیرن دیگه. سیاست هایی که بچه ها داریم یواش یواش میاریم داخل ویدیو. و یه چیزم من همین الان خیلی روک بهتون بگم بچه ها، ویدیو الان در بهترین وضعیت خودش نیست، بهترین گیم پلی نیست، بهترین روون بودن گیم پلی نیست، دیوایس من بهترین دیوایس نیست. کم کم ولی خب درست میشه. اینطوری نیست بگیم همه یوتیوبری که الان میشناسید از هزار چی بهش میگن از بالا شروع کردن. یواش یواش دیوایس اوکی میشه، مایک اوکی میشه، نمیدونم کیفیت اوکی میشه و هزار تا چیز دیگه اضافه میشه. ولی خب بستگی داره ببینم داخل این راه جواب میده یا نه. میدید منظورم چیه؟ اون مخاطب ببینم مثلا برالساز داره، چون واقعا برالساز داخل ایران خیلی پلیر کمی داره. حالا شما این پلیر رو بر داخل یوتیوب بگو ثابت کنن، سابی که میریزه، نمیدونم ویوره که میریزه، لایکی که میریزه، کامنتی که میریزه، خیلی واقعا قضیهش سخته. منم الان نمیگم خیلی داخلش کار کردم داخل یوتیوب منظورمه، ولی خب همین یکی دو تا ویدیوم که گذاشتم متوجه شدم چقدر وقت میبره. باید بیایم ریکورد بگیریم و بله مچمون هم لگ شد فکر کنم. نه نشد، تبر خورده دیگه. حالا بریم بازیمون رو بکنیم. یه چیزی که من باید بگم، ویدیوهای یوتیوب آرمین مثلا براول استار داره، نیاز به ادیت داره. مثلا اگه من بخوام چنل بزنم رویال بذارم داشت 4 تا گیم پلی میذارم که گیم پلی میگیرم تاش قطع میکنم و یه جایی دوباره وصلش میکنم، یعنی اصلا ادیت خاصی نمیخواد، همونو میذاره تاش تامنیل. ولی خب عادی آرمین بیاد یه جا رو کات کنه اونجا رو کات کنه، اصلا درصد زیاد داره. آره همشون همین دردسر رو دارن کلا. ولی نه بابا خدا رویال فقط رکورد میکنه میذاره، اصلا مهم نیست. آره بخدا اونم هست البته. کلا میگم اصلا حاجی بچه من فرق. حواسم انقدر به هر زدن بود خوب بازی نکردم. علی کارو گرفته دست به اولیه. آها دبکیل. حالا بچه اینم بهتون بگم من تا یادم نرفته، علی فکر کنم گل کنه، نه گل نکرده. اینم بهتون نه بگم نمیشه. یه بار وایس یه دونه اسکواد وایپ بشین بعد این تحلیل آخرام بکنم و این بحث رو تمام کنیم. کلا حواسش نیست. آها اینجا ای مردی. فکر زنده میمونم. آی چقدر بد زدی علی فالکو. نه نمیتونستی گلش کنی بابا، 2 نفر زنده بود. نه تیمیتمون بابا اینجا یه دفعه لیان هول آورده کردم یا واسه من عقب مونداست. باگم؟ چی؟ طرف لیان آورده اینجا. لیون کسی نیاورده. داداش تیمیتمون رو ندیدی؟ انقدر داشتم حرف میزدم حواسم نبود به هیچی. من پشمام. حاجی منم الان دیدمش. بچه‌ها لومی خیلی کانتر منه، خیلی کانتر منه. من نمیگم خوب دارم بازی میکنم ولی خب نه دیگه این دیگه گل شد آره دیگه. آره این گوشه. من هایپر دارم وایس سوپرام بگیرم. علی تو نباید وسط بازی کنی اشت، کاش میرفتی راست. داداش لیام بره وسط بازی کنه نه چیکارش کنم؟ من برم من.
مجبور شدم هایپر رو بچه سر سیو دادن بزنیم. درش خدا سر شده بچه قول به هم شده برید مثلا با رفیق بازی کنید که مثلا بازی اصلا بلد نیست، تاش بهش توضیح میدی ولی با رندوم هیچ وقت بازی نکنه. تو رو قرآن ما واقعا مجبوریم الان، اعصابتون به واقعا هم راست می‌ریزه. میگی علی اینو کامل. ما مجبور خالصیم الان. به خدا داداش رفیق بیارین، هم اگه بد نوب هم باشه بهش یاد میدی 4 تا چیز یاد میگیره. به این رندوم گوساله 30 تا دیسلایک بزن، مگه میفهمه عقب مونده؟ با نگاه کن سر چه هایپر سوپر میزنه میره تو دروازه حریف، انگار توپ دستش رونالدوه میخواد برگردون بزنه. کسکش. ولی این راند رو بزن عوض کنیم، برو راست یا چپ، بزن من وسط بازی کنم. یه بابا ذره اگه لیانه مثل کاسته گاو میره باشیم بد وسط، کنیم. بابا باید حواسم هم به وسط باشه. ندیدی سری اومد گل نه زد سر آقا، اون راست لیانه چپ که بازی کن، احمد. اعتماد کن من، اعتماد من کن، راست چپ بازی کن. تو وسط وایسه بس بابا، لیانه عقب مونده است نمیفهمه ترکه خر. آفرین لیان، آفرین بابا. خوب بازی کنی به مامانی میگم به چکولات بده. خوبه، من سوپرمو گرفتم. وایسا. میدونی مشکل چیه؟ لیانه میره یه جا قایم میشه، بعد 3 نفر از یه لاین میان بالا. من چیکارش کنم خب اینو؟ لومی هم سمت راست نه نیست. وایسه میخوام رونالدینیو بریم تو گل بچه. بشه رونالدینیو گل باد زدن باید وایسی، گل. باد وایسی، همون نر تو دروازه. علی جان. وای زدم تو دیوار. اوکی اوکی، یکم وایسا، یکم وایسا. هایپر دارم، وایسا وایسا هایپرتو لومیه بزن، بیاد، وایسا هایپرتو لومیه بزن بیاد، وایسا بزن لومیه خب. بیاد، وایسا اعتماد کن. بابا خیرت بده فرقی نمیکنه بزن بابا. داداش ریدم باید بچه. باید آن تایم بزنم که اینم با گجت هم بمیره، فرقی نداره چیه، بزن گلو. بچه میگن یه ایموت دادیم الان میگیرن سرمون بچه حواستون باشه. میگم میره اون ور ولش کن. بی بی هم که الان نه میاد میزنه زیر رفت گوش من یارو نزد. کامل از اونجا دور شد. کله رو فکر کنم خوریم، ولی بی رو زدم. نه. وای. الان یه هایپر اگه یه هایپر درست بزنه اصلا لیانه نمیخواد بچه دیگه. خوب بازی نمیکنه، اصلا لیانه خوب بازی نمیکنه. اصلا این پیکو، یعنی هایپر این پیکو ریکواره. داخل بال کی میاره تو رو خدا؟ من نمیدونم چی بگم بچه. کله رو یه بابا خورد. بیا منم هایپرتون کنم. وسط بازی کن علی، من نمیتونم وسط بین شات اینا وایسم داداش. برنامه کنسل. میگم که بابا. نه یه اوه چه هایپر، چه سوپر قشنگی زد باش مردم. وای نمیرین سوپر دارم هایپر دارم اوکیش میکنم به خدا. او یعنی لیانه رو توقع نگاه داشتم کن برم میاد بالا. خوبه مثل. خوبه، دمیجش زیاد دادم تو پر. ببین سوپر هایپر دارم منم. برو. این بازی به خاطر لیانه چقدر داریم اذیت میشیم. آفرین علی، چه گلی زد. آفرین. بابا من نگاه کن بس همین میگم بچه با رندوم بازی نکنه. من و آرمین 2 نفریم ولی الان داریم به جا 3 نفر بازی میکنیم. یعنی واقعا این اینو راست دوتامون میگم. یکی گردن گرفتیم. واقعا با داره. رندوم بازی نکن. این چیه خب نگاه که خودش هم نمیدونه داره فقط نگاه کن الان اینجا میره بعد میره اونور. یعنی فقط همینو یاد داره که فقط اون عقب وایساد این دفعه شودان شد براش. خدا خیر پدر مادر لیان گل خوردیم. خدا خیر پدر نه فکر مادر. نکنم گل بشه. زدمش، آره زدم دورو. آره خدا خیرت بده حاجی. لیانه اصلا با خودش خودم اصلا مشکل داره. خودم اصلا توقع لیانه اصلا نداشتم این دوتا بچه رو سوپر نمیدونه بیفتن، ولی چیکار. اومدن. بی بی اینجاست جان. اصلا داری میدونم. میبینیش خب داری میبینیش به خدا. کی تو رو قرآن گجت میزنه راه میره تیر نمیزنه حداقل تیر میزنه. من یه لحظه هیل کنم. من سوپر حالا بچه هایپر دارم. فشارها اینجا حالا مهم نیست. اینجا یه تازه اهمیتی برای من متیکه نه. بچه اینجا. اینجا براوله یعنی جایی که. آها گل. آقا حواستون حتما باشه، سوپر اینا داخل دستتون اومد آقا بزنید، خسیس بازی در نیارید. من همونجا یه نفرم ببینم روش میزنم. یا هایپر درون منو میبینی دارم. آها تو نمیدونم. وسط باز همه کردن دیگه، یکم بی بی دارن نمیتونه سر. بره بیاد. خوبیش اینه حالا زیاد گیر ننداختم داخل واو سوپر. منم میبینید یکم سوپرمو نگه میدارم چون لیانه نیست مجبورم به موقع ترین موقع استفادهش کنم. یعنی دیگه از این علی خیابانی آره شدم دیگه. ولی خب با رندوم یکم نزنید، همین کل حرفی که علی بنده خدا میخواد بزنه اینه که با واقعا رندوم نزنید. واقعا نزنید تو رو خدا نمیصرفه. وای خب
بچه خودشون قیچیم هم کردی میدونم بابا، یارو، من مثلا قیچیم نمیگم که کردی الان یارو. من وای وای وای، علی واو نمیری، علی نمیری، علی نمیری. نمیشه داداش، الان سوپر میزنه چیز حواست باشه. مجبور شدم وسط باز کنم، یه لحظه چیز کنم. آها نگاه آها کن لیانه ها، آها بزن چه عجب. بابا. خب چرا فرار میکنی؟ برو تو حلقش دیگه. بی بی با چوس اچ پی نمیتونه بزنه. کجاست بی بیه؟ بی بی اینجاست. آه راسته اصلا که طرف فکر کنم این بره. کاش دیوارا نه ما خون. هیچی داداش، نمیتونن تو 20 ثانیه گل بزنن. نه ما میتونیم ولی گل بزنیم. تموم گله. آفرین علی فالکو، خودش نشون میده چه پلیری این بهتر. نوکرم حاجی، یه تیک شات همون آخر دادیم برات. بچه خدا نگاه اصلا وکیلی اینا 9-11. بگم، اصلا نگاه ریزالت نکنید. طرف با لیان یادش داخل بوتا بازی میکرد، یا کمپ کرده بود یا سوپر هایپر زد فرار کرد. یعنی یه جدی هم خوب عمل کرد. اون بعد از این بود که سوپر هایپر زد، یک کیل گرفت، بعد دیگه بعدش داشت فرار میکرد. مثلا نفهمیدم چه کار داشت میکرد. داشت میدوید سگ دنبالش کرد بود فکر کنم. آقا حدود یه 130 تا میخوایم واسه متیک 3. من درصد شارژ گوشیم علی خیلی کمه. بذار واسه پارت دوم بذاریم اینو که از مثلا متیک دیگه 3 بشه، با 2 تا مشی که قراره بخوریم به اونجا دیگه، بشه لژند و اینا. و بازم یه بار واسه همیشه ویدیومون به پایان رسید. امیدوارم خوشتون حتما فقط اومده یه باشه. حرفی من داشتم بچه، بگو بگو. اگه بچه ها بیان تو کامنت بگن که آقا میخوایم فشار خوردنتون رو ببینیم و اینا با رندوم بازی کنید تیم نیار، ما میگیم چشم، دیگه مجبوریم دیگه. یعنی اگه بخواید با رندوم بازی کنیم فشار بخوریم چشم بازی میکنیم باهاتون. علی دیگه واقعا توانشو گذاشت داخل این ویدیو. خیلی واقعا اومد زحمت کشید. ولی خب یه چیزی از شما باید تصمیم بگیرید. یا ما میتونیم خیلی حالتی که من حرف میزنم باشه که عصبانی چیزی نشم، و یا میتونیم حالتی باشیم که علی داره مثلا فشار میخوره و خود واقعش نشون میده. یه حالت موتوری هست. ولی خب شما باید بگید کدوم حالتی که این نرمال بچه باشه برات، مهم نباشه، فقط گیم پلی تو بذاری عادی باشی رفتار کنی، یا مثل علی فالکو باشی رد بدی دیگه. حالا اینو داخل کامنت ها بگید. و امیدوارم از ویدیو حتما که نداره، نمیدونم چرا متو دارم حتما، امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما داخل قسمت کامنت ها نظرتون رو ما بگید. سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی ما زودتر از همه خبردار بشید. و امیدوارم همیشه موفق باشید. خداحافظ. داشت خدا وکیلی واسه کار علی نیست. علی 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 اینجا آدم باید واقع بین باشه. من اصلا دیست ریزالت هم هنوز ندیدم. دمت گرم 11 بار دل دادی. داداش تانکم با هنگ میخوای نمیرم. سیسو جدی یه لحظه چرا علی فالکو گوش ندید بچه ها، سیسو بشناسید. سیسو جدی. علی جان ریکورد هم الان قطعی هم داشت. داداش ویدیو نمیگیرم. خودمو گرفتم با هنگ خودم اومدم میگه چرا 11 بار مردی. سیسو تو رو جان. ریدم. ممنون. دیگه نه جدی بهت قطع میگم کرد. کار پیک خوبی البته. ولی خب خیلی کانتر شدن. آخه الان ویدیو رو قطع کردی چرا استارت کنیم بچه؟ قد نیست. ردی کن داداش.